از جمله آوارگان جنگ‌های داخلی است. نامش بیبی فاطمه و خود را 75 ساله می‌خواند. از ولسوالی پشتونکوت به شهر میمنه فاریاب پناه آورده است. او حالا مسئولیت نفقه یک خانواده 10 نفری را به دوش دارد. خانه های خود را به دلیل جنگ ترک کردیم. دار و ندارم را در خانه اصلی ماند. اینجا برای مردان کار نیست. از طریق بافت همین گلیم که هر کدام یک هفته را در بر میگیرد و هر یک را به 500 افغانی میفروشیم، شب و روز را سپری میکنیم. به 500 افغانی چی بخریم؟ مواد سوخت، خوراک یا پوشاک. گفته می شود مردان این خانواده پس از رد مرز از سرحد ایران حالا در راه خانه هستند. مردانی که میخواستند برای کار از راه قاچاق به ایران بروند. جنگ های اخیر بیش از 17,000 خانواده در فاریاب را آواره ساخته است. بیبی فاطمه حالا نگران سردی زمستان است، چون پوشاک گرم، لحاف و مواد سوخت برای زنده ماندنشان در این فصل ندارند.